ما براتان میگم که اینطور دور فتنه هست که همون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به چشم سر آدم میبینن. کل یغدو، کلگی صبح میبرد فبائع نفسه، نفسی خدا میفروشه. یا هلاکت کننده نفسی خداست و یا نجات دهنده نفسی خداست. اما موقع آمد صبح میبریم، لیکن پس بیگاه در خانه با ایمان میایم یا بی ایمان، این جدا موضوع است. این را باید بدانیم. خب لیکن من میگم که اسلام دور دینی است، به ما ضرورت هم نداره. این دین الله متعال است. یک طایفه کوچک الله حتما در یک گوشه سالم و صفا نگاه میکنه، قلبشان از ایمان مملوست. او را دنیای کفر که هر قدر بزنه، این گروه را مخذول کرده نمیتونه، مغلوب کرده نمیتونه. تا روز قیامت اینطور گروه را الله نگاه میکنه. خب ما دعا میکنیم که الله ما را از او گروه شمار کنه، در او گروه بیاییم، وگرنه دیگه حالات خو رفته. مقدمات دجال امیالی است. این پول و پیسه و این مادیات پرستی و این دنیا پرستی، این کلش مقدمات دجال است. پرستش میشه، عبادت میشه، وقت برش داده شده، ناموس برش داده شده، غیرت برش داده شده، کل چیز مکمل در زیر امیم مادیات پرستی رفته. دنیای دشمن در طول تاریخ دسیسه های متنوع را در کار انداخته برای تخریب کیان اسلام و قلعه مستحکم اسلام. درک کردن که نمیتونیم رویارویی مقابله بکنیم، از مکاید شیطانی کار گرفتن، دسایس شیطانی کار گرفتن. لباس اسلام، اما در حقیقت کرمی که داخل گنده درخت داخل شده و مکمل گنده درخت خورده، با یک شمال و درخت افتاده. اسلام نظام ما را به اون سیستم جور کردند و ساختند. گروه های متنوع به شکل خیرخواهی اسلام داخل شد، اما در حقیقت و کرم های تخریب اسلام بود. تا امروز درد از او را میکشه مسلمانان، درد تفرقه، درد پراگندگی، درد انشعاب و دردی که حقیقت چهره اسلام بالکل بدل شده، چیزی دیگری به نام اسلام وانمود میکنه پیش مردم. یو نمود دسایس مشترک دشمن است از او زمان تا این زمان. یکی از جمله دسایس خیلی بزرگ و خطرناکش که از مراکزی که مردم توقع و چشم و امیدش به او مراکز بود که ما از اینمی مرکز و از اینمی چشمه سیراب شویم از دین خود، معلومات دین خود از این چشمه بگیریم، از این روشنی استفاده بکنیم. لیکن توانستن که حتی امو چشمه های ما را مکدر با خاک و خروج بسازه. به نام تعلیم کتاب الله و سنت رسول الله در بزرگترین مراکز اسلامی صرف نام قرآن و سنت بود. تا امروز است و ما بارها براتون تکرار کردیم. برای در مدارس پاکستان شاید در کل ممالک اسلامی برابر مملکت پاکستان واره که رونق مدارس درش داره و زیاد است مدارس و در هر جا موجود است، نخواد یک مملکت دیگر را پیدا بکنه، نمیتونه پیدا کرده. اما مدارس چه نصابی داره، چه طرح داره، شاگرد 8 سال 10 سال تحصیل میکنه، چی نمیخونه. قسم بده برش، بگو تو 8 سال درس خواندی، تو را بالله قسم یک کتاب عقیده را خواندی، یک کتاب، یک رساله عقیده، بله به نام اهل کلام، به نام شرح عقاید او را میخوانه که با جز از اینکه شکوک در کلید بیاره دیگه هیچ برای تو منفعتی نداشته باشه. به نام تفسیر، کدام تفسیر خوانده میشه جز از او تفسیری که پر از اسرائیلیات است و فقط لغت معنا کرده باشه یا ترکیب نحوی کرده باشه، جلاله نمیخوانه. یا ایسته که پشت جزئیات بگرده، فلسفه و منطق و همه گپادش یک جا باشه، از یک عالم معتزلی بیضاوی تفسیر بیضاوی را بخوانه. ابن کثیر خوانده نمیشه، ابن جریر خوانده نمیشه، فتح القدیر خوانده نمیشه. در مدارس تعالی ده این سلطه کفار است که چه قسم سلطه را آورده، مرکزی که تو آباد کرده به خون مردم سیراب میشه، آبیاری میشه، لیکن چی تدریس میشه؟ به نام حدیث در طول درجات
6 درجه قبلی داره، درجه اولا و ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه. شما به نام حدیث کتاب نمیشناسی. حالی کم کم مدرسه های اهل حدیث پیدا شده، کم کم حدیث ها را داخل کرده. بعد از او به نام دوری خورد مشکات شریف خوانده میشه. خود چی رقم خوانده میشه؟ بجز از خدمت مذهب حدیث بیرون کو مذهبت تایید کو خیر و خلاص، دیگه گپ نیست. حدیث پیغمبر در لباس حدیث پیغمبر خوانده نمیشه، بلکه برای خدمت مذهب خوانده میشه. کلی مدرسه رو ببین. ترجمه درس تفسیر الحمدلله در جمعه قبلی براتان گفتم که عالم برجسته ما که از این دنیا رحلت کرد، یقینا الله متعال در عمرش برکت عظیم انداخته بود که مردم از ترجمه و تفسیر از او سیراب شد. امروز که در هر جا در هر گوشه صدای قرآن بالا میشه، یا شاگردش است یا استفاده از تفسیرش میکنه، دیگران نداره. شما ببینید که دنیای کفر به کدام اندازه نفوذ کرده داخل کیان و قلعه اسلام که حتی مراکز تعلیمی، او جایی که مرجع فتوای ماست، مرجع امیدهای ماست، چشم امیدی ما به مو مراکز است که او مردم به ما اسلام معرفی بکنه. لیکن اونجا در او درسگاه ها و مراکز کی تولید میشد؟ عالم متعصب مذهبی که یک روز یک کتاب دیگر را نخوانده، 4 دانه کتاب صرف و نحو را خوانده، ترکیب یاد گرفته، خود عالم فکر کرده. اما وقتی که در قرآن حدیث یک سوال از پیشش بکنی، باز دیگه صمن بکن باقی میمونه. تا امروز تا اینمی لحظه را ای گپا وجود داره. خب متوجه باشی این کار کردگی دشمن است که تا چه اندازه را نفوذ کرد در بین مسلمان ها.